بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و علی آل محمد كما صليت على ابراهیم و علی آل ابراهیم انك حمید مجید و بارک علی محمد و علی آل محمد كما باركت على ابراهیم و علی آل ابراهیم انك حمید مجید. عرض سلام دارم و ادب و احترام خدمت همه شما خوبان و عزیزان و سروران. با یکی دیگر از برنامه‌های مثال‌های قرآنی در خدمت شما خوبان و عزیزان هستیم. الله متعال در قرآن کریم معانی و مفاهیم رو در قالب مثال‌هایی برای ما ذکر میکنه تا بهتر درکش بکنیم. یکی از معانی و مفاهیمی که الله متعال برای ما در قرآن کریم در قالب مثال ذکر میکنه موضوع بسیار مهم تلاش و کوشش و سعی فردی یک انسان در مسیر عبادت. ما انسان ها، خیلی از ماها فکر میکنند که رابطه داشتن با یک شخص، با یک انسان صالح، نیکوکار، خوب و رابطه داشتن با یکی از اولیای الله تعالی و یا اینکه چون من آقازاده هم، سید زاده هم، چون من از نسل یکی از پیامبران و امامانم، چون من رابطم با فلان عالمی که خوشنام و حسن ظن بهش داریم خوبه، چون من خانم یک عالمم، چون من شوهر کسی هستم که حافظ قرآن و عالمه، چون من پدرم، برادرم، خواهرم، فرزندم، دوستم، آشنام، کسی که رابطهش با الله متعال خیلی خوبه. من حالا اگر من رابطم زیاد و عبادتم با الله متعال زیاد خوب نبود، هم اون هست، کمکم میکنه. من همیشه سر قبر فلانی میرم، من همیشه خرج میکنم براش، من از مسیر اون هم که شده به یک نوایی میرسم. الله متعال در قالب یک مثال در سوره مبارکه تحریم برای ما این موضوع رو مطرح میکنه که خیلی جا داره ما در این باب دقت کنیم. در آیه در سوره مبارکه تحریم الله متعال میفرماید که ضرب الله مثلا، الله متعال برای شما مثالی زد. ضرب الله مثلا، الله متعال مثالی زده للذین کفروا، برای کسانی که کافرند، کسانی که اعتقاد و باوری ندارند به الله تعالی، کسانی که رابطهشون به الله تعالی خوب نیست، کسانی که خودشون پایبند نیستن، خودشون عبادت ندارن، خودشون عمل نمی کنند، اما گمان میکنن چون رابطه دار با یکی از اولیای الله متعال هستن پس این به دردشون میخوره. طرف خودش اصلا نه نماز میخونه، نه روزه میگیره، نه عبادت میکنه، اما علما رو دعوت میکنه، محفل میگیره، عالم میاد سخنرانی میکنه، 100 نفر رو هم جمع میکنه تو خونش و محلش رو میزبانی میکنه و همه متاثر میشن، گریه میکنن، اشک میریزن، محفلی گرفته دیگه، میگه خلاص دیگه، فکر میکنه دین شده همه. کسی کمک میکنه به چند نفری، رابطش با اونها خوبه که اهل خیرن، انسانهای خوبی هستن، از علما هستن، فکر میکنه که دیگه همین دیگه، خلاص همین شد وظیفه منو دیگه، من ضمانت شد برام، من خوشبخت میشم، من سعادتمند میشم، من رابطم خوبه. این افرادی که تکیه میکنن به عبادت دیگران، افرادی که تکیه میکنن به رابطه خوب یک انسان دیگر با الله تعالی، افرادی که خودشون حاضر نیستن کار کنن و فکر میکنن چون فلانی دوست منه، چون فلانی فامیل منه، چون فلانی پیشوای منه، چون فلانی رابطه دار منه، چون من به فلانی خیلی علاقمندم، به درد من میخوره این رابطه،
این افراد در لایه متال بر اونها مثال میزنه. آیه قبل از این در آیه 9 صحبت از کفار و منافقینه. منافقینی که ادعای اسلام داشتن، در صف مسلمان ها هستن، همنشینی با مسلمان، همنشینی با صالحین، همنشینی با خوبان، همنشینی با اولیاء الله، رابطه داشتن با اولیاء الله به تنهایی، بدون عمل، بدون طی کردن مسیری که اونها رفتن، بدون اتباع از راه اونها به هیچ دردی نمیخوره. این صحبت این مثال. الله متعال به ما میخواد این رو بفهمونه. در این مثال ضرب الله مثلا للذین کفروا، الله متعال مثال میزنه برای کسانی که کافر شدن، برای کسانی که خودشون باورمند نیستن، عمل نمیکنن، اعتقاد ندارن، اما فکر میکنن که همنشینی با باورمندان، خوبان، صالحان، رابطه داشتن با اونها به درد اونها میخوره. الله متعال میفهمد اگر قرار بود این رابطه به درد بخوره، باید رابطه اون دو زنی که الان ذکر میشه به دردشون میخورد. ضرب الله مثلا للذین کفروا امرأة نوح و امرأة لوط. الله متعال دو تا مثال میزنه. الله متعال میفهمد بیارید من مثال میزنم برای شما، خوب به دقت کنید. زن نوح و زن لوط رو. نوح علیه السلام از پیامبران و اولوالعزم الله تعالی است، مورد احترام تمام ادیان آسمانی و حتی تحریف یهودیت و نصرانیت هم باز سبب نشده که احترام این پیامبر عظیم کم بشه. یکی از بدون شک اولیای الله تعالی است. و لوط علیه السلام هم همینطور. خانم اینها، الله متعال میفهمد اینها خانم هاشون کافر بود. زن نوح علیه السلام و زن لوط علیه السلام کافر بودن. زن یعنی کی؟ زن نزدیکترین شخص زندگی انسان به انسانه. زن نزدیکترین شخص زندگی انسان به انسانه. هن لباس لکم و انتم لباس لهن. الله متعال میفرماد اون لباس تن شماست، شما لباس تن اونید. این لباس تن من نزدیکترین شی به وجود منه که عورت منو میپوشونه، که عورت شما و ما رو میپوشونه. لباس عورت انسان میپوشونه. زن آدم از زن نزدیکتر به انسان کی هست؟ هیچکی. رابطه زن و شوهر فراتر از رابطه هر انسانی با انسان است. زن و شوهر دیگه اصلا هیچ نیاز به توضیح نداره دیگه، همه میدونیم یعنی چی. رابطه زن و شوهر هیچ حد و مرزی نداره. با هم استراحت میکنند، در آغوش هم میخوابند و با هم رابطه دارند و با هم میخورند، میآشامند. این رابطه با این عمق، الان بحث رابطه است دیگه. بعضی فکر میکنن چون رابطهشون با یکی از اولیا و صالحین خوبه، چه مردش چه زندهش، میکنم چون هر روز میره سر قبرش، حالا چون پیرشه، امامشه، پیغمبری است، به دردش میخوره این رابطه. چون من فلان علما رو جمع میکنم، مهمونی میگیرم، ختم قرآن میگیرم، سخنرانی میگیرم، من رابطه‌ام خوبه دیگه. من خدمتکار فلانی هستم، کمک میکنم به مدرسه فلانی، اما خودش عمل نمیکنه، اما خودش باورمند نیست. آیا از زن به انسان نزدیکتر هست؟ و آیا زنی به مانند زن نوح علیه السلام، مردی به مانند نوح پیدا میشه در این درجه و مقام از اولیای الله تعالی که کسی انقدر با این ولی نزدیک باشه، با این وجود؟ این دو زن را الله متعال میفرماید کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین. این دوتا تحت کفالت و نظارت و سرپرستی دوتا از بندگان صالح من بودن. الله متعال میفهمد اینها زن تحت اون یعنی زنش بودن. در عربی میگن فلانی تحت فلان یعنی زنش هست. اینها زن دوتا از بندگان من الله با عظمت که صالح بودن، اینها دوتا زن اینها بودن. خب بعد چی شد؟ فخانتهما، خیانت کردن. این دوتا زن به شوهراشون خیانت کردن. خیانت اخلاقی نکردن، هرگز، کلا و حاشا.
خیانت اینها به همسرانشون این نبود که نعوذ بالله فساد اخلاقی داشته باشه، نه، در خاندان پاک دامن بودن، یعنی در موضوع اخلاقیشون نسبت به همسرانشون پاک بودن. خیانت اینها چی بود؟ خیانتشون این بود که در اعتقاد و باور هم مسیر شوهراشون نبودن. پیامبری همسرش مثل خودش نیست، اعتقادش مثل اون نیست. فخانتهما، خیانت کردن به اونها. خیانت زن نوح علیه السلام این بود که به دروغ ادعای ایمان میکرد، اما میرفت جلوی دیگران بر علیه نوح علیه السلام صحبت میکرد و کسانی رو که ایمان می آوردن میرفت آمار اونها رو میداد به ظالمین قوم تا اذیتش کنن و میگفت نوح نعوذ بالله مجنون است و دیوانه است. این خیانت زن نوح علیه السلام نسبت به نوح علیه السلام. اما خیانت زن لوط نسبت به لوط علیه السلام که از پیامبران هم عصر و از خویشاوندان اقوام ابراهیم علیه السلام هست، ایشون زن لوط علیه السلام خیانتش چی بود؟ خیانتش این بود که وقتی که میهمان می اومد پیش لوط علیه السلام میرفت گزارش میداد به قومی که فاسد بودن در اخلاق، همین، اما خیانت اخلاقی نداشتن نسبت به همسرانشون. الله متعال میفهمد اینها فخانتهما، خیانت کرد. خیانتشون این بود که اینها در اعتقاد و باور هم مسیر نبودن. خب میدونیم که سرنوشت زن لوط و نوح چه شد در دنیا. عذاب اومد و هلاک شدن. عذاب اومد و اینها هلاک شدن. آیا این رابطه داشتن با نوح علیه السلام و لوط علیه السلام به درد اینها خورد؟ و اینکه زنشون بودن. الله متعال میفهمد فلم یغنیا عنهما من الله شیئا، فلم یغنیا، پس بی‌نیاز نساختند نوح و لوط، این دو نفر، یغنیا یعنی اون دوتا، نوح و لوط نتونستند بی‌نیاز کنند اون دو نفر رو، عنهما زناشونو، من الله شیئا، از الله متعال هیچ چیزی رو. زن نوح علیه السلام و زن لوط کافر بودن، مسیر اونها رو نرفتن، زن پیغمبر بودن، زن پیغمبر بودن، دقت کنید، پیروش نبودن، تنها دوستدارش، بگیم خب فلان دوستدارش بودن، نه اینکه دوستدارش باشن، رابطه خویشاوندی سببی داشته باشه. آقا سید، سادات حسنی، سادات حسینی، من سیدم دیگه، دختر خانم سیده، آقا سیده، آقا سید زاده است، آقا زاده است، پیغمبر زاده است، پیر زاده است، آب و اجدادش بزرگ بودن، از خاندان باباش عالم بزرگیه، خانم شوهرش عالم، پیر بزرگ منطقه است، خواهر برادرش عالمه، برادر خواهرش عالمه. یکی از دور بر خیلی مشهوره و در زهد و صلاح معروفه حداقل نزد مردم و ایشون رابطه داره باش، رابطه خویشاوندی و سببی هم داره، اما مسیرشون نمیره، اما اخلاقشون نیست، اما اعتقادشون نیست، اما باورشون نیست، اما عبادتشون نیست. فکر میکنه که این رابطه به درد من میخوره. اعتماد به عبادت دیگران، اعتماد به جایگاه دیگران نزد الله تعالی، آیا به درد میخوره؟ الله متعال میفرماید اگر این رابطه به درد میخورد، باید نوح علیه السلام و لوط علیه السلام میتونستن برای همسرشون کاری بکنن. فلم یغنیا عنهما من الله شیئا، هرگز نتونستن اونها و اون دو نفر رو بی‌نیاز کنن از الله متعال در هیچ چیزی. وقیل، و گفته شد، وقیل دخول النار، گفته شد که برید به دوزخ. کیا؟ اون دو نفر، زن نوح و زن لوط، به دوزخ رفتن به نص صریح آیه قرآن. وقیل ادخل النار مع الداخلین، برید در دوزخ به همراه کسانی که داخل دوزخ شدن، جهنمی شدن. زن لوط و قبلش زن نوح علیه السلام هیچ کمکی به اونها نکردن، شوهرانشون به هیچ دردشون نخوردن، نتونستند. فلم یغنی عنهما، الله متعال میفهمید
هیچ چیزی نتونستن کمک کنن. پیغمبری نمیتونه زنش رو نجات بده. و حتی ما درباره همسر داریم اینجا و همین نوح علیه السلام پسرش رو نتونست کمک کنه. حتی از الله متعال خواست و دعا کرد براش. فرمود که ان ابنی من اهلی. یا رب تو وعده داده بود اون لحظه‌ای که داشت پسرش جلوی چشمانش غرق میشد و حاضر نشد به کشتی سوار بشه چون کافر بود. فرمود که یا الله شما وعده داده بودی که من اهلتون رو نجات میدم. ان ابنی من اهلی. بچه من از خاندان منه. و ان وعدک الحق. وعده شما حق است. تو بهترین حاکمانی. پاسخ آمد از طرف الله متعال یا نوح انه لیس من اهلک. این از اهل تو نیست. انه عمل غیر صالح. این در گناه به حدی پیش رفته و انقدر از تو فاصله گرفته که اصلا خودش انگار که یک عمل غیر صالحه. خود این نماد گناه اصلا. این که آقا سید زاده است، بزرگ زاده است، پیغمبر زاده است، خانومش، شوهرش، فرزندش، پدرش، مادرش، خواهر برادرش، دوست و آشناش از علمای بزرگ منطقه حافظ قرآنن، قاری هستن، شخصیتن، دعوتگرن، مجاهدن، شهید شده در راه دین. اینا هیچ کدوم از این سبب‌ها، این نسبت‌ها به درد انسان نمیخوره تا وقتی خود اون شخص اعتقادش درست نباشه، تا وقتی خود اون شخص راهروی خوبی بر اینها نباشه، تا وقتی خود اون شخص اهل عمل عبادت نباشه. تکیه بر عبادت دیگران، تکیه بر جایگاه دیگران نزد الله تعالی هیچ دردی رو درمان نمی‌کنه از انسان. هیچ فایده‌ای نداره برای من و شما. این نمونهش، این مثالش. ضرب الله مثلا للذین کفروا امرأة نوح و امرأة لوط كانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین. از همسر که دیگه نزدیکتر به انسان وجود نداره. یک پیغمبر اولوالعزم به مانند نوح علیه السلام نمیتونه الله تعالی بفرماید فلم یغنیا عنهما من الله شیئا، نمیتونه که به درد همسرش بخوره و فرزندش، نمیتونه کاری بکنه. حالا باز ما فکر میکنیم چون من 4 مشت به سر و کله و مغز خودم میزنم و یا فلان مدد یا فلان مدد میگم و آقا شما مشکلی نیست، 1 سال هر کاری که دلت میخواد بکن و 10 روز محرم میاد یک لباس سیاه بپوش و یه 4 به سر و مغز خودت بکوب و یه 4 فریادم بزن و روز قیامت 2 دستی میری بهشت دیگه، ضمانت میشه بهشت. خیلی چه منطقیه؟ بر کدوم مبنا؟ کدوم دلیل؟ آقا شما کافیه که فقط چون اینجا به هر حال محفل میگیری و به هر حال شما مال فلان خانقاهی و فلان گروهی و فلان حزبی و فلان پارت و دسته و حلقه و شما که وضعیت خوبه دیگه، شما که انشالله بخشیده شده ای. من مرید فلانی هستم، فلانی هم تمام مریداش رو شفاعت میکنه، من خادم فلانی هستم و فلانی کمک میکنه، من همسر فلانی هستم و من دختر فلانی هستم و من بچه فلانی هستم و من بابای فلانی هستم. اینا هیچ کدوم به درد ما نمیخوره. من عیسی مسیح به هر حال کمک میکنه به من دیگه. من رفتم پیش پدر روحانی و پول دادم بهش و گناهان من بخشیده و میرم بهش. نه، تنها چیزی که به درد انسان میخوره ولا تزر وازرة وزر اخرى، هیچ انسانی گناه انسان دیگری رو هم نمیکنه. لها ما کسبت و علیها ما اکتسبت. انسان، نفس انسان هر چی که برای خودش کسب کرد برای خودشه، هر گناهی کرد برای خودشه. و الیس للانسان الا ما سعی، برای انسان جز آنچه که سعی میکنه و تلاش میکنه چیز دیگری نیست. انسان خودش، اعتقادش، عبادتهاش، معاشرتهاش، معاملاتش، شخصیتش، رابطه پارتی بازی نیست روز قیامت. چون فلانی آقازاده است، سید زاده است،
روز جمعه به دنیا آمده، شب عید به دنیا آمده، ماه رمضان به دنیا آمده، شب قدر به دنیا آمده، این نمیدونم جدش به کی میرسه، اون بزرگوار جدش به کی میرسه، این اینطور. نه، پارتی بازی نیست و کسی هم نمیتونه به کسی کمک بکنه تا وقتی خودش یک حرکتی نکرده باشه. و شفاعت روز قیامت هم که برای برخی از اولیاء الله ثابت شده من جمله رسول الله صلی الله علیه و سلم به اذن الله تعالی است و برای کسانی که الله تعالی از اونها راضی است. ولا یشفعون الا لمن ارتضى. اینجوری نیست که هر کسی که نه خدا میشناسه، نه قیامت میشناسه، نه عبادتی کرده، نه نماز خونده، نه روزه گرفته بره. نه، اینجوری نیست، اینطوری نیست. این نمونه است. نوح علیه السلام پسرش مگه عزیزتر، مگه دعا نکرد برای پسرش؟ قبول نشد دعاش، قبول نشد. چرا؟ انه لیس من اهلک. بچه تو اصلا جز خاندان تو نیست تا وقتی که عملش مثل تو نیست. رابطه و واسطه به درد نمیخوره، عمل خود انسانی که به درد میخوره. نه قبر کسی به درد من و شما میخوره، مرده که به جای خود، حتی زندهش. این نمونهش. زن لوط علیه السلام در آغوش لوط علیه السلام، زن نوح علیه السلام در آغوش نوح علیه السلام. نه که سر قبرش فقط افتاده باشه، نه که سر مزارش رفته باشه یا فلان یا فلان بگه. نه، زندگی کرده باشه. نه 1 سال و 2 سال. نوح علیه السلام 950 سال عمرش بود. گرچه ما دقیقا نمیدونیم همسرش چند سال زنده بوده، اما بالاخره چند صد سالی رو باید زندگی کرد. شما بگو اصلا 50 سال، شما بگو 1 سال باید زندگی کردی یا نه؟ فرزندش مگر از همین زن نبوده؟ مگر فرزند نوح علیه السلام مگر از همین نیست؟ به دردش نخورد، مشکلش حل نشد، نتونست، نمیتونه. این مثال رو الله متعال برای ما میزنه که مواظب خودتون باشید. رسول الله صلی الله علیه و سلم برای فاطمه زهرا فرمود: ای فاطمه دختر محمد صلی الله علیه و سلم، از مال دنیا هر چی از من میخوای بخواه، لا اغنی عنک من الله شیئا. این همین تعبیر. در پیشگاه الله متعال من هیچ کاری برات نمیتونم بکنم. خود انسانه که میتونه خودش رو جمع بکنه. الله متعال این آیه رو برای ما ذکر میکنه که مواظب باشید، مواظب باشید خودتون تا خودتون خوب نباشید، اعتقادتون، عملتون، رفتارتون به هیچ که دل خوش نکنید. هیچ کسی به درد شما نمیخوره، نه قبری، نه پیغمبری، نه اون کسانی که شما فکر میکردید در دنیا به درد شما میخورن، نه اون اولیا و صالحینی که چه زنده و چه مرده شما به سراغ اونها میرید و خدمت اونها رو میکنید. حتی هیچ کدوم از اینها به درد شما نمیخورن مگر تلاش خود شما. این مثالی است که الله متعال برای کسانی میزنه که اونها رابطه دار یکی از اولیای الله متعال هستن. و طرف دیگرش هم مختصر بگیم، طرف دیگه این مثال هم درس برای ما که احیانا الله متعال میفرماید شاید همسر شما کافر باشه، مسیر شما رو نیاد و با شما پیش نیاد، اما دیگه اینجا احساسات فایده نداره، اینجا دیگه باید شر حاکم باشه. ما مسلمان با کافر زندگی نمیکنه و شاید فرزند شما راه شما رو نیاد، شاید والدین شما راه شما رو نیاد، مثل ابراهیم علیه السلام. اینجا دیگه فراموش نکنید که باید صبر بکنید، استقامت بکنید، تلاش به خرج بدید تا بتونید که کمکی بکنید. اما هدایت به دست شما نیست، هدایت به دست الله تعالی است. اونه که اگر بخواد هدایت میکنه و اگر نخواد، چون خود شخص در وجودش این استعداد رو نداره و این توانایی رو نداره، نمیخواد و حرکت رو نداره و تمایل رو نداره و انابت رو نداره، الله متعال هم این توفیق رو نصیبش نمیکنه. این آزمایش هایی است که شاید ما هم در زندگی نمونه هایش رو داشته باشیم. خیلی از عزیزان گله میکنن از فامیلا، از همسر، از پدر و مادر، از فرزند که در مسیر دین نیست. تلاش میکنیم، دعا میکنیم، سعی میکنیم که به مسیر بیان،
اما به هر حال در نهایت همان چیزی خواهد شد که تقدیر اونهاست و باید صبر کرد. این هم نوعی از مصیبت است و الله متعال بندگانش رو با اون آزمایش میکنه. از اینکه تا این لحظه برنامه خودتون یاری کردین تشکر میکنم. در برنامه بعد ان شاءالله باز نمونه دیگری از مثال‌های قرآنی رو به همراه شما عزیزان بررسی خواهیم کرد و تا برنامه بعد همه شما خوبان رو به الله متعال میسپارم. الله یار و نگهدارش.